و سلطان و دیوانه برای تشکیل ساختن گرمخانه برای پرورش گل‌های آرایشی و خانگی در شهر خرجکی گرم و مبلغ 5000 تومانی سپرده می‌شود و بوسوی و رزقی برای تشکیل صنف قالین‌بافی با نام قالین‌های دستی زیر خاندان در ناحیه اشت. گرم و مبلغ 5000 تومانی سپرده می‌شود به حامد و مشهورا برای تشکیل محفل سوزنی‌دوزی با نام توزن در شهر کوجه. گرم و مبلغ 5000 تومانی سپرده می‌شود به عبدالله برای تشکیل و نمودن میوه‌های گوناگون در ناحیه کوهستان مسجد. گرم و مبلغ 5000 تومانی سپرده می‌شود و جوره و گوهر برای لایحه اول ایلیو و سوزنی زیبا برای وقت سبیر و حیات پوسمه و آسایشته در ناحیه بزرگ غفور. گرم و مبلغ 5000 تومانی سپرده می‌شود به حضرت پور و خورشیده برای تشکیل سیاق گزندگی و نام دستان ماهر در شهر استقلال. گرم و مبلغ 5000 تومانی سپرده می‌شود به رحیم و سعادت برای تشکیل خانگاه تاک‌دوزی چارگل استرافشان در شهر استرافشان. گرم و مبلغ 5000 تومانی سپرده می‌شود به تذکر و صنعت برای تشکیل صنف بافندگی در ناحیه شهرستان. گرم و مبلغ 5000 تومانی سپرده می‌شود به دشمن و عمر جان برای تیار نمودن ریسمان پشم انگاری در آزادی درخشان می‌باشم، هنرمند هستم. 15 سال با دوزندگی دکتری لیبوتری پیدا کنم، چاپ‌دوزی، خوراک‌دوزی، حتی مرها مشغول هستم. در محله خود کارخانه تولیدی لگی چشمه شده، در آنجا علاقه 50 نفر دختران را با هنرمند کردم و کار را سر کردیم. خوشبختانه با دستگیری سردار دولتمان جناب عالی امام شریف رحمان و شما سردار دولت سردار باید من صاحب گرام گشتم. تشکر باید در آینده وعده می‌دهم باز صفای کارگران بسیار کنم، دیگر دختران بیکار را با کار تامین نمایم و سطح زندگانی زنهای بیکار را بهتر نمایم.